اگه خودت هم میخوای که فرانسوی یاد بگیری، پس چینل یوتیوب ما سابسکرایب کو و لغت‌ها را همراه ما یک جای تکرار کن. faire le poids. faire le poids به معنی جمع بندی کردن است، یا نتیجه را میبینیم که چی از جمع بندی میکنیم. وقت هر کار را که میکنیم بعدا داخل جمع بندی میکنیم. on fait le poids ce soir. ما جمع بندی میکنیم یا نتیجه را میبینیم امشب، یا on fait le poids demain matin. یا ای که استاد وقت در مکتب درس میده میگه که صبح بخیر میبینیم بررسی میکنیم که چی ها را خواندیم. on fait le poids demain matin. لغت بعدی ما است tenir au courant. tenir au courant یعنی در جریان گذاشتن. مثلا از یک چیز خبر هستین یا میرین پیش سوسیالتان، میگه وقتی که برتان ایمیل آمد باز مرد در جریان بگذارین. باز شما برش میگین je te tiens au courant. من شما در جریان میگذارم. je te tiens au courant.